دویم سوال دامالله همین وقتی نماز بامداد در مسجد 4:10 نوشتگی در سایت های تقویم تاجیکستان هم سایت هاش هم میبینی ای 3:20 سر میشد نوشتگی سرشوی بامداد. ما چی خیلی کنیم همین تهجد و وقت ویتری واجب نیم ساعت پیش از اذان بامداد مسجد حساب کرده خونیم یا که همین 3:20 گفتگی در تقویم ها 3:20 نوشتگی همین هر نمازه بر وقتتر نوشتگی در وقت مسجد دیده وقت مسجد دیده بر وقتتر نوشتگی چند دقیقه فرق تقویم دارد؟ 50 دقیقه. نه 50 دقیقه شدنش ناممکن است. 15 دقیقه ممکن است لیکن 50 دقیقه این یا شما خطا دیستید یا مثلا یا وقتی قومت است وقتی اذان است دو وقت است. شما شاید وقتی قومت در نظر دارید به هر حال بینید. значит تقویم خطا نوشتگی در نه این سایت ها گفته نمیشه. ایروی همون مسجد کنیم تقویم خطا گفته نمیشد. مقصد من هم نگوشیدم که اینا اگر هر دوشان وقتی اذان گوید فرقی کم میکند، یعنی فرقی زیاد نمیکنه. خطا کرده باشد یکتاش 3 منوت 4 دقیقه 5 دقیقه خطا میکنه و الا یعنی اصلا در یک شهر صبح در یک وقت میدم، در دو وقت نمیدم. فقط اونجا نیم تقویمای ساعت شما پیش از که یکتاش وقتی اذان است، یکتاش وقتی قومت است، یکتاش وقتی برآمدن آفتاب است. بعضی آدمو فرقش نمیرد. طلوع آفتاب گفته آفتاب میبراید همون روز میفهمد و همون بامداد میفهمد. صبح است، صبح صادق است، بعد وقتی قومت است. شاید یگان خطاگی از شما باشد. خب همین نیم ساعت پیش از اذان بامداد در مسجد اذان بامداد میخونن نیم ساعت پیش از ویتر کتی تهجد قتی ویتر خانه میشه به شرطی که اذان در وقتش گویند. مثلا بامداد ساعتی 4 میدارد که مؤذن خوابش برآمده 4:30 میخواند فرضاً. یا در بعضی مسجدها مؤذن 1 ساعت بر وقت رفته اذان نمیگوید. هیچ کسی باید نه آیلیگ میگیرد نه وظیفه دار است. همون وقتی نماز با اومدین یک بار اذان میگن. من این دیدگی هستم، حاضرم امخیل چیزا هست. تو وقتی قامت به 10 دقیقه ماندگی میبیاد که در مسجد هیچ کس نیست، خاصتا در این زمانه. نماز شام میبید مسجد پر است، نماز بامداد میبید آدم نیست. 4 ماه سفید است. 4 ماه سفیدی که خوابش نیست شب. میبیاد همین هم 10 دقیقه پیش از قامت میبیند که در مسجد کسی نیست، میفهمد که اذان گفتگی نه اذان میگود. شما این اذان نظر نگیرید، این اذان در وقتش گفته نشده است. اذان باید در اولی وقت همین در همین ثانیه‌ای که در آمد 4:00 باشد همین وقت باید اذان گفته شود. 4:01 گفته نشود، گناه است. مؤذن و مؤتمن، مؤذن امانت نگهدار است، باید به این امانت وفا کند. برای همین اگر واقعا اذان در وقتش گفته شود، یعنی 4 رسا مثلا، بله شما میتونید از ساعت 3:30 شروع کنید تهجد خوانی تا 3:55 ویترتون خوانده شوید مثلا. فقط انیق کنید که یعنی از حسابی وقتی بامداد تهجد نخوانید. شد برادر، سلامت باشید. خب رحمت.